خب دوستان، بریم برای سایه پردازی کارمون. اینجا باید ما سطح کارمون رو با استفاده از پد و الکل کامل تمیز کنیم و یک دور بیسکات روی کارمون بزنیم. ما یک لایه بیسکات میزنیم. فقط باید حواسمون باشه که کامل سطح کارمون کاور بشه. و بعد 10 ثانیه میذاریم داخل دستگاه. دوستان، برای زدن سایه نیاز داریم به تاپ شاین و رنگ سایه. یه مقدار تاپ شاین میریزم اینجا. نسبتشون هم 2:1، یعنی 2 تا تاپ شاین و یه دونه از رنگمون باید بریزیم. الان ما میخوایم قسمت سایه پوزش رو بزنیم، پس نیاز داریم به رنگ قهوه‌ای. برای زدن سایه باید از رنگ روشن‌تر شروع کنیم تا به رنگ تیره برسیم. خب، یک مقدار از رنگمون رو با تاپ شاینمون مخلوط میکنیم و جاهایی که میبینیم سایه داره به رنگ قهوه‌ای روی کارمون اجرا میکنیم. ما میخوایم قسمت پوزه رو بزنیم. خیلی قلممون هم نباید رنگ داشته باشه. اینجا چون یه مقدار کم رنگه یه کوچولو مشخص نیست. خب من حالا اجراش میکنم، بعد تو مرحله بعد که پررنگ‌تر میشه بهتون توضیحاتشو میدم. برای اینکه رنگ قهوه‌ای پررنگ‌تری داشته باشیم یک کوچولو از رنگ مشکیمون خیلی کم به سایمون اضافه میکنیم. ببینید این قسمت ها، قسمت گوش و پایین لبش نیاز به سایه داره.
بالای پوزه. خب فید کردن سایه به چه صورته؟ ما وقتی که این قسمت رو به همین صورت مواد سایه رو گذاشتیم، به همین ترتیب هم یک کوچولو اینجا رو میکشیم و فیدش میکنیم. ولی چون الان ما بیس کاتمون هنوز خشک نشده، خودش به راحتی محو میشه، نیازی نیست که ما فید کنیم. ولی یک کوچولو که بریم جلوتر نیاز به این کار هست. زیر بینیش هم یک کوچولو میذارم. خب بچه ها 10 ثانیه گذاشتم داخل دستگاه خوش شد. حالا یه کوچولو باید رنگم رو تیره تر بردارم. اینجا یه مقدار بیشتر مشکی قاطی کرده بودم، از همون استفاده میکنم. همون جایی که زده بودیم و دوباره تکرار میکنیم. ببینید فید سایه به این صورت، اصلا به این قسمت انتهایی کار نداریم که پررنگ تره. این قسمت رو حالت ضربه‌ای، هر از گاهی هم باید قلمتون رو تمیز کنید. کار ادامه میدیم تا محو بشه. دوباره هر جایی که زده بودم رو تکرار میکنم. اول رنگمو میذارم، بعد میرم برای محو کردن سایه، فید سایه. داخل گوشش، کناره های پوزه، هر جا رنگ کم وردین دوباره برمی‌داریم. و پایین لبش. اصلا به قسمت انتهایی کاری نداریم. دوباره 10 ثانیه داخل دستگاه خشک بشه.
یه کوچولو از رنگ مشکیم دوباره مخلوط میکنم، خیلی کم که تیره تر بشه و یه بار دیگه سایه‌مو تکرار میکنم. پایین بینیشو بذاریم. کناره های پوزه. و هر جایی که گذاشته بودیم رو دوباره تکرار میکنم. همینجا شروع میکنیم به فید کردن. حالت ضربه‌ای. داخل گوشش رو فید میکنیم. خب میذاریم برای 10 ثانیه داخل دستگاه خشک بشه. خب من میخوام این برگای رو سرش رو بکشم و بعد سایه کلاهش رو بذاریم. از رنگ سبزم استفاده میکنم. یه مقداری با رنگ مشکی مخلوط میکنم که این سبز یشمین به دست بیاد. جای دستم خیلی بد بود. خب اوکی. یه مقدار کمی اول مخلوط میکنم تا به رنگ دلخواهم برسم. هنوز میخوام که پررنگ تر باشه. یه مقدار بیشتر. فکر میکنم که کافی باشه. کوچولو دیگه. خب این قسمت این برگایی که روی سرش هست رو میخوایم بکشیم. به این صورت
نیازی به تاپشاین نداشت، چون که ما اینجا سایه نمیخوایم بزنیم، میخوایم برگا رو بکشیم. خب بیا نگاه میکنیم ببینیم کجا دیگه نیاز داره کاری انجام بشه که وقتی میخوایم بذاریم داخل دستگاه همش با هم دیگه خشک بشه. چون تاپشاینمون که ببخشید بیسکاتمون که خشک بشه دیگه سایه زدن واسه همون سخت میشه. یه مقدار من میخوام اینجا رنگ مشکی استفاده کنم. اینجا پایین تصویر که میبینید واسه لباسش. و یه کوچولو اینجا هم که میبینین گوشاش هستش، اونها رو هم بکشم که همه رو با هم دیگه بزنیم داخل دستگاه خشک بشه. گوشه این سمتش هم بکشیم. خب میذاریم داخل دستگاه خشک بشه. خب از رنگ سبزمون استفاده میکنیم برای سایه این قسمت. یه مقدار تاپشاین میاریم و از همین سبزمون یه کوچولو مخلوط میکنیم. این قسمت ها رو که روی کلاهش هست میخوایم سایه بزنیم. یه کوچولو این پایین.
خب همونجور که گذاشتیم به همون صورت فید میکنیم. چون که ته حلقش مجاورت نداره با کلاهش، میتونیم سایه این قسمت هم بذاریم که بیسکاتمون زیاد خشک نشه و کارمون سخت نشه. اینجا استفاده شده از یه رنگ جیگری که رنگ جیگری رو ما با استفاده از رنگ قرمز و مشکی میسازیم. یه کوچولو رنگ قلممو تمیز کنم، یه کوچولو رنگ مشکی مخلوط میکنیم تا اون غلظتی که میخوایم به دست بیاد. و ته حلقش رو اجرا میکنیم. کامل این قسمتی که سفیده ته حلقش میذاریم، فقط اینکه قلمتون رنگ زیاد نداشته باشه. این خط روی زبونش هم که میبینین با همین میندازم. پالتمون رو میچرخونیم هر جایی که نیازه رو رنگامیزی بتونیم بکنیم راحت. این رنگ رو یه بار دیگه باید تکرار کنیم. میذاریم داخل دستگاه خشک بشه تا دوباره، یعنی 10 ثانیه میذاریم. یک بار دیگه رنگ جیگریمون رو تمدید میکنیم.
میذاریم داخل دستگاه خشک بشه. بچه حالا میخوایم سایه قسمت زبونش رو بزنیم. یه کوچولو تابشنگ میریزیم و با همین رنگ جگریمون مخلوط میکنیم. یه کوچولو دیگه و قسمت زبون رو میخوایم سایه‌اش رو اجرا کنیم. به همون روشی که گذاشتیم فید میکنیم. 10 ثانیه داخل دستگاه تا یک بار دیگه تکرارش کنیم. برای بار دوم یه مقدار تیره ترش میکنیم و همون جایی که سایه زده بودیم و تکرار میکنیم. همینجا من دیگه فید میکنم. قسمتم یک کوچولو بزنم. خب 10 ثانیه دوباره داخل دستگاه خشک بشه. ببینید قسمت لباسش هم از این سایه جگری رنگ استفاده شده، ولی یه مقدار پررنگ تر. یه کوچولو پررنگ ترش میکنم. از سایه قسمت لباسش رو هم میزنم. ده ثانیه خشک بشه. بچه سایه های قسمت تیرمون تموم شد. سایه های قسمت تیره منظورم این قسمت هاست و حالا ما باید سایه قسمت روشن رو بزنیم. مثلا کجا؟ مثلا داخل دندونش، مثلا بینیش، داخل چشمش. این قسمت ها اینها رو باید اجرا کنیم. روی زبونش یه کوچولو هم این قسمت. برای این کار ما نیاز داریم به رنگ سفید. خیلی خب چون داخل چشمش هم میخواییم بزنیم، من اول مردمک چشممو میکشم و بعد سایه رو اجرا میکنیم. برای کشیدن مردمک چشم نیاز دارم به پینت ژل و لاک ژل مشکی. به خاطر اینکه خیلی سختم نباشه و کار باهاش راحت تر باشه، لاک ژل مشکی ما استفاده میکنم. مخلوط میکنیم با هم. و میام مردمک چشممو میکشم.
اول میکشم، بعد حالا دورگیری و تمیزکاری ما انجام میدم. این سمت میکشم که پایینش رو بتونم انجام بدم. از روبرو هم چک میکنیم که اوکی باشه. میذاریم داخل دستگاه خشک بشه. بچه 1 دقیقه کامل میذاریم داخل دستگاه خشک میشه و برای سایه های قسمت روشنمون یه دور دیگه از بیس کات استفاده میکنیم، چون که بیسم خوش شده دیگه فید راحت نمیشه. وقتی که بیس اونو زدیم 10 ثانیه داخل دستگاه خشک بشه و حواسمون باشه که همه جا بیس کات بخوره. برای سایه رنگ سفیدمون نیاز داریم به تاپ شاین و یه مقدار خیلی کم از رنگ سفیدمون باید استفاده کنیم، چون رنگ سفید رنگ غالبه و خیلی زیادش باعث میشه که سایه زدن اون سخت بشه. جایی که نیاز داره رو انجام میدم. ببینید این قسمت ها روی پوزه، قسمت پیشونی و روی زبون، روی لب. روی زبونشو میذارم. و لبشو چون که تازه بیس کات زدیم خودش فید میشه. داخل چشم یه مقدار این قسمت رو بیشتر میزنم، چون که این قسمت رنگ اصلا آبیه، ولی ما سفید میزنیم که بعد روش سایه آبی اجرا کنیم. چون که آبی رو به تنهایی بیاریم روی مشکی خودشو نشون نمیده.
میذاریم داخل دستگاه 10 ثانیه خشک بشه. بچه داخل چشمش، دندونش و پیشونیش رنگ آبی، البته داخل بینیشم سایه سفید داره که اینو انجام بدم. بعد بریم برای سایه رنگ آبی. خیلی شد، یه مقدارش رو قلم برمی دارم. فیدش میکنم. برای سایه رنگ آبی نیاز داریم رنگ آبی و تابش. یه مقدار از رنگ آبیمون رو با تاب مخلوط میکنیم. دندون، پیشونی، داخل چشم کار میکنیم. میذاریم 10 ثانیه خشک بشه تا یه دور دیگه تکرار کنیم. یه مقدار رنگ آبیمون رو بیشتر مخلوط میکنیم که سایه‌مون تیره تر بشه. برای قسمت داخل دندون، فیدش میکنیم. و داخل چشم بالای چشمش هم یه کوچولو میذاریم. میذاریم 60 ثانیه خشک بشه.